سلام. خوبی؟ خوشی؟ حالت خوبه؟ ببخشید من یکم خجالتیه. سلام به شما، مهراب نمسیس هستم و خیلی خوش اومد به این ویدیو. من خیلی شما رو هایپ کردم در مورد این ویدیوها. Resident Evil 4 ریمیک داریم ما. برای شما اتفاقا دوبلش هم دانلود کردم، دوبله گیم دوبله هستش، خیلی دوبله خفنی دارن. بریم که داشته باشیم. همونطور که قولش داده بودم، هاردکور. Y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el paraíso. Acepta este cordero arrastrando ای بابا، گریس اینجا چیکار میکنه؟ paraíso. گریس اینجا چیکار میکنه؟ ای بابا. کسایی که دوست دارن رزیدنت ایول 9 هم حتما پلی بدیم تو کامنت ها. 3 سپتامبر سال 1998. این روزیه که هیچ وقت فراموشش نمی کنم. پلیس درون من توی اون روز مرد و اون شب راکون سیتی نابود شد به لطف سلاحهای بیولوژیکی که آمبرلا ساخته بود. هر جور که بود من زنده موندم، ولی خیلیای دیگه خوششانس نبودن. بعدن از من خواسته شد تا به یه برنامه فوق سری دولتی ملحق بشم. البته که انتخابی هم نداشتم. تمرینات و مأموریت‌های طاقت فرسا تا دم مرگ منو بردن، ولی حداقل ذهنمو از همه چی دور کردم. اگه فقط بتونم اتفاقی که اون شب افتاد و فراموش کنم، اون درد و حتی برای 1 ثانیه. این دفعه ببخشید من صحبت نمی کنم، میخوام شما داستان قشنگ متوجه بشید، قشنگ عشق کنید با داستان. خودم هم مثلا اینجوری هم بخوام یه ویدیو ببینم دوست دارم مثلا کسی صحبت نکنه موقعی داستان، من بفهمم داستان رو. بعد اینکه دوبله هم هست شما حال کنید واسه خودتون. میتونه فرق بکنه. ای وای، باید فرق کنه. ددیلیانا داریم دوستان. حالا گیم دوبله با افتخار تقدیم میکنم. ای جان، خب بگو ببینم یانکی، چرا به این مکان وحشتناک اومدی؟ تا حالا جایی مثل اینجا ندیدم. بیا فرض کنیم که دنبال یه نفرم. اون یه نفر باید خیلی مهم باشه، نه؟ رئیس خود شخصا دستور داد، اون گفت کمکت کنم. مطمئنم شما هم فقط برای اینکه یه دونه مارشملو درست کنین این همه راه نمی‌کنین. یه شایدم اومدی؟ تو خیلی شوخ طبعی. میخوام یه راز کوچیکو بهت بگم، فقط بین خودمونه. افراد زیاد اینجا گم شدن الان، خیلی وقته که این اتفاق میافته. خب پس باید یه روز دیگه هم سر کارت باشی، درسته؟ منظورم اینه که هفته قبل دنبال چند تا کوه نورد گم شده میگشتم. مطمئنم که تمام تلاشتو میکنی تا من. فکر کنم رسیدیم. باید برم دستشویی باشه؟ الان برمیگردم. شاید این دستشوی خیر دستشویش باشه. ببینم نوشیدنی زیاد خوردی؟ سیگار میکشی؟ اینجا خیلی تاریک و مه‌آلوده. هی، کسی اونجاست؟ من که بعید میدونم.
چه با دقت کارش رو انجام میده. رو راست باشم، من هیچ وقت تو عمرم تا حالا اینقدر کاتسین وای نستاد نگاه کنم. همش به خاطر شماست عزیز دلمید. عاشق شده؟ شاید بهتره بری و یه نگاهی بندازی. بریم که داشته باشیم. من حواسم به ماشین هست که یه وقت نیان جریممون کنن. اینم از کمک کردنت. بله و رسما رزیدنت ایول 4 ریمیک شروع میشه. چپتر 1. عاشق طراحی محیطشم. اینجا چی داریم؟ میشه بدوی ایول. از این بریم. بسته است. خب چقدر میتونه دور شده باشه؟ فکر نمی کنم زیاد رفته باشه. حیف شد که. و بش. بله این خونه رو خیلیاتون میشناسید، کسایی که رزیدنت ایول 4 رو پلی دادن. من که شخصا 15 باری تمامش کردم. خب بیا بیرون. این چه مداده. آره کجا قایم شدی؟ بیا بیرون. من حتی نمیترسم. کجا؟ اینجا؟ همینه خودشه. ایو سلام. ببخشید که همینجوری سر زده اومدم. ما رو ایگنور میکنه. من دنبال یه افسر پلیس میگردم. این طرفا ندیدی؟ فکر کن لیان رو ایگنور کنی. وای وای. ای بابا آب گوشتی که داره درست میکنه فکر کنم از همین داداشمونه. بعد بهتون آب گوشت رو نشون میدم. فعلا درگیر شدیم. مرد که فکر کردم بزنمش الکی مثلا پلی ندادم. ای بابا اینا اصلا خوب نیست. این آب گوشت رو میگم یه گندی. نمیشه خورد. من آب گوشت میخوام. خالید رو گرفتیم. ای بابا بنده خدا. همین داریم فقط. ایول دوتان گان داریم. با من گان لازم ندارم که. تمام شد. بیا جلو. بیا جلو. آره الان انیمال ابیوز میخوره. یعنی چی شده؟ هی ای وای من گرفتارش.
صداتو دارم. موقعیت کجاست؟ خب اتفاق خوب نیفتاد برای بنده خدا. خراب شده، چه خبره؟ هیچی بابا، فقط بالا آبگوشت آدم بود، اینجا خود گوشت بود. اون چی بود؟ اینم خود گوشت خار. بابا ولم کن بابا. بابا من لیانم. بمیر. اوضاع داره بدتر میشه. وضعیت اصلا جالب نیست. کدوم وری باید بریم؟ یادم میرفته یه بالایی. این بره بریم بچه. بردار من گورمو گم کنم. نه این وری نیست. اینجا چیزی بود؟ نبود. این ور بود؟ نبود. خب. بله اینجا یه سری کوردینیت میگیریم از اشلی. حتی کوردینیت که نه، ولی خب یه سری سرنخ. بابا زنگ میزنم خانومی. لونه کرکس یک صحبت میکنه. هانگن بگوشم گزارش بده. دختر رئیس جمهور عقاب کوچک احتمالاً توی این روستاست. پس اطلاعاتمون درست بود. آفرین. به موقعیت یه مکان توی نزدیکی دریاچه نیاز دارم. شاید اونو اونجا برده باشن. دریافت شد. ببینم چی میتونم پیدا کنم. عجله کن. یه بلایی سر مردم اینجا اومده. محافظای من. مهمون داریم. باید برم. بعداً صحبت کنیم. آقا ما رفتیم. مهمون نمیخوایم. بریم. میگه برو به دریاچه. گوگل ترنسلیتوری تو چی هستی برا؟ میتونستید اینا رو بزنید بهتون لوت میده، نه کنید. دیدی من نمیدونستم. گام پاودر داد. ایوه. خب فعلا نمیتون. مهم نیست. خب و سیو. بالاخره. خب ببینیم چه خبر. خیلی این بریم. نمیخوام بزنمشون، یکم تیر لازم دارم. هاردکورم هست، حتی به مشکل میخوریم. خب نکن اینجا هستن، ولی که نبینیش نیست، صداشون میاد. خب من که بیدنم تو این پشتی. این کی بود؟ این مهمون جدید بود. بابا تمام عددی نیست، ضعیف. این زنده است. به قول ما رشیا بخوس بابا. بابا یعنی چی؟ من زدمه. مرد. حداقلش بهمون گام پاودر داد. داره دلت میاد یعنی تو تله بندازی؟
آقا رادار رو چی؟ آی اه. نه به اون که اونجوری زنده میشه، نه به این که وان شات میشه. هاردکوره مثلا الکی پوز بده مثلا. ببین اینجا اینجوری تعمیر میکنن. ریدم میخواستم زوم کنم. خدای من. کباب داریم بچه. خب من خودم اینجا رو دروغ نگم با 6 7 تا ترای رفته بودم دفعه اول. الان رو نمیدونم رو هاردکور البته. آقا بریم که شروع کنیم. راه سختی رو در پیش داریم اینجا. یک کمی کار سخت میشه. این از اولیت. خب قلفه. میخوام فقط بدو. میخوام فقط بدو. ما رفتیم. آتیش گرفتن. هورا. اینه بعدو بمیر دیگه. بابا ضعیفید. دادیلیان الکی نیست که دادیلیان بابا. گرفت؟ نه نگرفت. شانس آوردم. روبی گرفتیم دوستان. پول دار شدیم. خب اینجا یه مشکلی که هست بعضی وقت آدم گیر میکنه، ولی خب به این اربه نیاز داریم. ارب میگن ارب. ای بابا با چاقو رو نگه دارم واسه داداشمون دکتر سالوادور. میبینید شکم دیگه. هایپتون کنم هایپ. یکم وقت تلف کنیم. با من اصلا کمپر نیستم، فقط میخوام وقت تلف کنم. حالا یه حرکتی میخوام بزنم پشماتون بریزه. اومد که نه زود اومدی عمو. وایسا کجاست؟ ریدم. نه نریدم. اینم مال تو. نه 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 بابا پشماتون ریخت. پشمای من که ریخت. پیش میاد دوستان. آره پیش میاد. میریم واسه ترای دوم. این ترای ریدیم.
پیش میاد. بمیر 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 گل. خب یک چرا قد زود میاد؟ با کار داریم همون وایستا. طبق عادت ها بینم مال تو. بابا نه دوباره بمیر. خب ترای دوم این بار دیگه میزنیم. خودم کرم دارم مود هاردکور میرم. کشتنش. خب بابا فکر کردی اینجوری هست قوی هم. تخم بده. تخم نداد. خب این مال من. بیا آها تو بیا بخواد به من برسید. بابا ضعیفید. گل زد مرسی. بعدا صورت حسابشو بهم بده. دنبال آتیش بگیر. آفرین خدافظ. ما کار داریم. برو گم شو. ما بریم تو. اینم مال من. بریم و دو نفر اینجا. دو نفر هستن که ردشون کردیم. ایوه دو نفر بودن. گریه کن. اینجا هم یه تریکی داره من گیر میکنم گاهی اوقات ولی میزنیم بچه میزنیم کاری نیست. میگی گوشه میپیچی. رد کردیم. ای آخ مشت خوردیم. آی تبرم خوردیم. نوش جونمون. بریم تو که تازه 20% رفتیم. و سلام دکتر سالوادور عزیز. خب من به روبی که میده نیاز دارم. امروز روز خوشی. اول اینو ببندم. باید دکتر سالوادور رو بزنیم. اگه دیدیم نشد تیر تموم کردیم وقت تلف میکنیم. فقط سرتون ادار در رو میزنه آجی. فعلا ببر کار داریم. به شاتگان رو گرفتیم. عالی. برو پایین. پایین نمیره بخش داشته باشو. جا خالی میده. نه تو من رفتم. خدافظ. گم شو. نه کجا میری؟ بیم و ولوت بلو. بعدی آها بزنیم. بگی آها گریه کن. بذار من یه هیلی خوبی بزنم. فعلا خداحافظ. شاتگان رو بگی دستت. بریم واسه آها بای چه شاتگان نمیتونم اوکی کنم.
نمیشه. فدا سرمون میگیریم دوستان، اصلا نگران نباشید، کاری نداره. دوباره پلن تکرار میشه، میریم همینو بالا میپیچونیمش. تمام رفتیم. با میخواستم از اون ور. نه دیگه نه دیگه نه دیگه نشد، نه دیگه نشد. هندگانو برداریم تیرشو اینجا. بگو سلام. متاسفم. فرانسش میکنی؟ شوخیت گرفته. نه دیگه فکر نکنید میترسم ازشو. نه نه دوباره بریم بالا. برو گم شو. ما که رفتیم. خدافظ. دوباره پلن تکرار میشه. راه بسته است. برو گم شو. ای بابا ایدا خانم زنگو زد. خب با من میخواستم بزنمش، حیف شد. خیلی حیف شد. بذار ببینم هست تا کاتسین پلین ریدیم رد کردیم، ولی ببخشید نتونستم. چرا بدیم دوباره؟ نه دیگه اسکیپ داره، اپیزود ندارم، حیف شد. به روبیش لازم داشتیم ولی خب روبی گفتن چی بود؟ یاقوت. روبی میشه دیگه. بله خب جلوتر تو دکتر سالوادور بعدی جبران میکنم حتما. باید بزنم، مثلا اون دیگه نمیشه اسکیپ کرد. خیلی بد نگاه کرد. کشیدم. همه کجا رفتن؟ بینگو. ای جونم عالی. بزن ویل 4. چقدر خاطره دارم من با این گیم. واقعا گیم خفنیه. خوشحالم که این گیم با عنوان اولین گیم انتخاب کردم که چرا صحبت میکنید؟ دارم صحبت میکنم بی تربیت. نکنید داشتم میگفتم خیلی خوشحالم که این گیم رو به عنوان اولین گیمی انتخاب کردم که ترایش کنم چنلم و خوشحالم که داریم ویدیو رو میبینیم. چه پیدا کردم دنبال یه آسیاب بادی بزرگ بگرد، اون طرفش راهی هست. آسیاب بادی دریافت شد. چشم. مراقب باش. تمام. توف گذاشت. خب یه نکلس گرفتیم. نکلس میشه گردم من. بیشتر لوت اینجا رو گرفتیم ولی خب امتحان میکنیم. الان میشکنه. بابا از کجا میدونی؟ بابا از کجا میدونی؟ این مردم روانی هن. کباب یکم چی میگن ولدان شده، یکم زیاد دیگه پخته.
دیگه کجا مونده بود؟ نه ما رو گرفتیم. خب میریم ادامه رو. یه جا رو جا گذاشتم اون قسمته که بعدا میرم. بعدا یه رایی باید بریم. اوکی میکنم لوت میکنم. از این اینم از این. اینجا دیگه چیزی نداریم و این روبی. نه روبی این بود مثل این که حتما یاقوت چیز دیگه میشه. خب بر حسب عادت دوستان اصلا تعجب نکنید من بالا رو نگاه میکنم. گیم لوت رو یه جاهایی میذاره. آسیاب بادی رسیدیم. سیف بزنیم اینجا. اینجا هم میشه سکیپ کرد ولی نمیدونم نظرتون چیه؟ فایت بدیم؟ فایت میدیم. اینو برم اینجا. دید مگه منو؟ نه برو خب گرفتیم. خب ولی اینجا دره که باید احتمال خیلی 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 زیاد قفل باشه. بله قفله. خب اونور که چیز خاصی نیست. میریم اینور. درش چی شد؟ اونوری بود. نردبون رو برم بالا فکر کنم. دوستان من جوجه کباب خیلی دوست دارم. خب اصلا تعجب نکنید که من هرچی مرغ ببینم میکشم. عادت میکنید چیزی نیست. اینه. گفتم صدا آشناست. دیفیوز شد. دوستان دیفیوز کردیم. ایول سیتی وین کردیم راندو. بالاخره. خب اینجا یه پارتش میس شده. باید پیدا کنم. کجا بود؟ اینجا بود یا یه جای دیگه میگرفتم احتمالاً. آره این تو بود فکر کنم. نزنم بعدم میام جمعشون میکنم. فعلا لوت کنیم. سلام خانوم. ریدم. نه آی دردم گرفت. غیر از صدای این بانو صداهای جدیدی هم دارم میشنوم. احتمالا از پایین باشه. حالا میبینیم. یارو داره اینجا میگه یه چیزی هست. مطمئنم اینجا. اینا لعنت بهت. گاوه. بمیر دیگه. آی خیلی درد داشت. تخم مرغ بزنیم نیمرو. یه نیمرو اون نشه. من الان شروع دست نفر کنم. یه کاری میکنه. فلش رو میندازیم. برو یه اینو بزنم. یاد بستم. خدا به فکر کردی آی زد دیگه. نه مثل که فکر میکرد. بابا نزن حروم زاده.
یه کاری میکنیم. بابا بد دارم پلی میدم. چی آخه؟ اینم مال تو. اینو بگیر. شاتگانم بخور. مرد. بابا بخورش. دوستان من دارم باتون کم کم راحت میشم. ببخشید اگه فوش میدم. بعضی اوقات دیگه آدم باید خودش رو خالی کنه. ایول. چاقو. مثلا چاقو رو خیلی دوست داره. یه مکانیزم جدید اضافه کردم. باز نمیشه. بالا هم فکر کنم یه چیزایی بود. باید نگاه کنم. این همین لوت اینجا بود. خب نه مثل که لوت کردیم. مگه آمراب چیزی اصلا جا میذاره ها؟ لیست میزنم مپو. خب اینجا یادم این لوتی بود. یه نکلسی بود. البته اینو نمیخوام تیر بزنم واسه این. دیگه بابا تیر هدر بدم. این بود. اینا اینو میتونم فکر کنم بزنم. بذار بیاد پایین. بگی نمیشه که نمیشه. خب خب آها این همون پندنت همون نکلس دوستان. همون نکلس. خب ما همینه میدونیم پولش کنیم. فقط پولش مهمه. خب یه دونه اون زدیم. یه دونه باید این تو باشه. اینو دیگه میتونم با چاقو بزنم فکر کنم. آره خیلی خوشحال شده. یه دونه این بالا بود. نه اونو زدم اون ور بود. یه دونه این ورا باید باشه. روی درخت مرختا. اینا خب یکی دیگه هم همین ور باید باشه. یادم یه چیزی که قبلا بود فکر کنم جاش عوض کردم. یا من دارم اشتباه میکنم. به این آویزون نی. اینو بگیریم. کجایی تو؟ یه مونده کلا. ما این ور رو زدم. جا رو زدم. فکر نمی کنم دیگه این ور رو باشه. بریم احتمالا جلوتره. خوش مشتم که نی. این ورم که نی. احتمالا باله. دوستان این ورم نیست. ای ور چیکار کنیم که اینجا هم نی. خیلی کرم دارم و نمیرم نگاه کنم اینکه تو مپ کجا رو بهم نشون میده. نمیدونم چرا. کلا از اول گیم من گفتم که همون کلیکی که من رو هاردکور کردم نشون داد من چقدر با خودم مشکل دارم. ایشالا دارک سولز میرم میذاریم. اون وقتی که متوجه میشید چقدر دیگه با خودم مشکل دارم. خب نه دیگه باید بریم تو مپ. خیلی منتظرتون نکنم. کار زشتیه. همینه بگی برو راست. والا اون وراست. از اون پاش میتونم برم. فکر کنم دید داشته باشه. حال نداره من برم بالا. نه نمیشه. نمیشه. بریم تو. باید همینجا باید باشه. یادم بود اینجا بود. اینا حرمزاده کجا باشه. ساتیسفاینگ بود. خب
کدوم وریه؟ کامی برم بتونم برم. نه راه ندار. ببخشید من یکم سنسم زیاده، سنس محسن. دارم همین شاید اذیت بشید. عذرخواهی میکنم از شما. بله این خونه آقای چی بود؟ مرندز؟ منز؟ یه هم چیزی میبینید کچل بد قراره. بابا بخیا بک فلیپ زد. بابا لیام تو چی هستی؟ بریم که دهنشون سرویس کنیم. برو بابا سکول. بابا بمیر دیگه. مرد این از کجا؟ سلام. ببین اصلا کل تو چجوری میگیری دستش؟ تو کی هستی لیام؟ من نمیدونم چرا خفنی. خب نایف میخوام مثلا. نایف خیلی خوبه و باعث میشه خیلی جا خیلی از اتکار رو راحت پری کنی و دمیج نخوری. حتما استفاده کنید. استفاده درست، نه مثل من. نه 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 انداز. خب اشکال نداره، همیشه تحت کنترل دوستان، همه چی تحت کنترل. تو بیا تو بیا تو بیا تو بیا تو بیا. برو. یه تریکی بزنم شاید بگیره. نگرفت البته. اگه میگرفت حالا باید میگرفت. چی گفتم؟ بمیر تو بمیر. کونیو فوش دوستان بهم گفت کونیو. من ناراحت شدم. بازم گفت منظور دارن. نه خدا منظور دارن. برو. آی شوخی میکنی؟ من پول میخوام چیکار بهم تیر بده. نایف داد. نایفم خوبه. خیلی وسواس دارم هیدشات بزنم متاسفانه. خوابید. چیه صدای خوبی در نمیاره؟ کجاست؟ آه داره کار میکنه. این توی دوستی داریم. البته بس اول این بزنم. نه اول آی درد داشت. بد نکنی یا مرد. فکرم نمون. برو بابا. آی چقدر دمیج شد.
یوز بده هونیو نصف شد یارو یا الفاظ با شانس آوردم دوستان شانس با ماست شانس با ماست شانس گفتن یه لحظه با ما نبود این هم خانم هست نه سلام ریدم یکی دیگه در بیار یکی دیگه کار خوبی نمیکرد حقش بود بله دیگه کدومتونید بابی خیال ننداز کار داریم زندگی داریم خوام برم ملاقات زنه گود بای آخه هیچی ازش نمون این پولای حرومیه که در میاره آره نمیخوام من برای سابسکرایبرام برای ویورام فقط پول حلال میبرم خونه آره 500 فاکینگ سکه گرفته واسه کارای خب همونجور که شاید هستید رفت اداره برق ما خب تا میتونم این قسمت رو برای شما سریعتر رد میکنم دیگه واسهتون سر نره حتی با من که واسهتون سر نمیره ولی خب شاید اسکیپ کردم اینجا رو ولی خب حالا ببین چی میشه آی درد داشت بمیر حروم زاده این از نایفمون که پرید تو بیا اسکول بخورش چون نمورد مرد ای بابا نندازی یا با هم شوخی میکنی؟ تو چی میگی؟ نه سکول بیا اینجا بینم نشسته مثلا تو چی میگی سکول اما تون سکولید من چقدر اسکارم نمیتونستم بزنمش او بسه میرا خدا واقعیت نشون بده بکنم مردی یادش ببخشید چیه؟ تبدیل به ماهی شد با بیخیال نمیخوام بگم شو رفتم حالا میتونی بیا بالا میتونی مثل که میتونه دینامیت داره خدافظ این خانومه این بار تیر داد بهمون یادتونه همون اورو
مثل این من با برم. کونیو حرومزاده. یه صدایی میاد. همینجاست. کجا؟ آقا حتما فکر کرده اشلی جونو اینجا نگه داشتن، ولی نه. صدای چیه؟ نعتی. آقا آشغاله با، چرا از اون چیز میشه میکنه. بپر. یعنی چی میتونه باشه اینجا؟ ساندویچ. بابا لویسه که. میدونی درد داره. مثل اینکه خیلی دوست داشتی حرف بزنی. چرا باهوشی سینیور؟ خیلی خب بگو ببینم سیگار داری؟ خودت میدونی که اونا تو رو به کشتن میدن. خب پس میشه منو باز کنی؟ به خشکی شانسی بارانه. تو کی هستی؟ خیلی خب همونجا وایسا. همین داداشمونا. اسمشو یادم رفت. خب این بود از پارت اول رزیدنت ایول 4 ریمیک که ما تونستیم داخلش یه چپتر کامل رو تموم بکنیم. خیلی ممنونم از کامنت های مثبت، انرژیاتون، همراهیتون و دیدن این ویدیو. لایک و کامنت فراموش نشه و تا ویدیوهای بعد از هم دور نشید.